السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. شخصی را در سالهای ناتنجی یک گروه اوباشان سلاح به دست با طریق زوری مجبوراً زنش را در پیش چشمش به ترتیب کردند و آن شخص تا حال با آن زن زندگی کرده ایستاده است. آیا آن زن بر وی طلاق است یا او دیوس است؟ داملای عزیز شما بگویید که او چی کار کند؟ زنش را طلاق دهد یا زندگی کند؟ التماس تیزتر جواب دهید. البته خداوند اون ساعتهایی که خیلی ساعتهای ناآرام بود، ساعتهای نافهمی ها بود، لیکن ما و شما فراموش نکنیم که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید، هر آینه می آید، به اجازت من می آید. یعنی اون زمانهایی که بالای ما بود چه یک زمانهای خیلی ناخوبی بود، برای اهل خرد به نهایت یک زمان بسیار بد بود. لیکن الحمدلله که این آرامی ها و این شرایط های بهترینی که ما و شما الحال داریم، به این شرایط ما و شما اولا شکر کننده باشید. و حبیب خدا میگوید کل شیء بالقدر. همه حالت هایی که از شما خواه خوب میشود خواه بد میشود به تقدیر وابسته است. در تقدیر مردم تاجیکستان این ناآرامی کشیده بوده است و ما و شما یک زمان این از بالای سرمان سپری کردیم و دائم باید ما و شما چی در آشکارا و چی در خلوت دعا کننده باشیم که خداوند این حالت دیگر بالای ما و شما نآورد. بسیار حالت ناخوب بود. یک حالت ناخوبش مرحمت علی همین سؤالی که الحال برای ما ارسال شد. این یک زن نیست، صدها زنها به ترتیب شدند. لیکن این معنای را ندارد برادر عزیز که این مرد دیوس باشد. دیوس مردی هست که خود میداند که زن او به ترتیب است، دختری وی به حیا است و با این به ترتیبی و به حیایی دخترش وی چه است؟ صبر کننده است، وی قناعت کننده است، وی راضی است. اینا دیوس میگویند. دیوس اون نفری نیست که در پیش او زن و دختری وی به ترتیب کنند و این مرد حکم به دیوسی داده شود، بلکه با این زن زندگی کردن وی با طریق اولاد جایز است. این به خواهش نه زن شد نه به خواهش شوهر زن شد. اگر مبادا در خانه یکی از ما و شما نفرهای دزد در آید و برای آن که از ما و شما یک مبلغ معین را ستانده گیرند، در پیش ما و شما آنها قادرند که دختر و زن ما و شما را تجاوز کنند. چگونه ای که امروز کیناهای اروپا غرب برای ما و شما تعلیم داده ایستاده، نشان میدهند که دزدها وقتی در خانه میدرآیند برای آن که پول اون مرد گیرند، اولا از دختر و زن وی شروع میکنند تا که مرد وقتی این حالت میبیند دیگر هر چی که دارد برای او دزد تسلیم میکند. امروز این مردم غرب، این دشمنان اسلام برای ما و شما این گونه تعلیمات کرده ایستادند. رئیس جمهور در برآمدش چی گفت؟ در یونسکو گفت تروریسم این معنای او ندارد که یک نفر قتل کند، بلکه این کینه‌های فحش و فاحشگی که الحال برای مردم ما آمده ایستاده است، این هم تروریسم است. این از تروریسم ده بدتر است. اینا رئیس جمهور گفت. اگر ما و شما به گوش هامان گوش کرده باشید، راست گفتند، خوش به حالشان، بسیار گپی نیک گفتند. و این مرد دیوس نمی شود و با این زن با طریق اولا و باید زندگی کند. زندگیش باید باز بیشتر شیرینتر باشد. هیچ داغی باید در زندگیش نباشد، زیرا اینها به خواهش نه مرد شد نه زن شد. این از حساب ناآرامی و از حساب همون بی‌عدالتی هایی که در بین مردم ما بود این انجام یافت.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با این سوال من پرره جواب گویید. باید عورت نمازش را راست یا نشسته خواند؟ بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد، شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سوالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خواند وای نماز نیست. چی سن و سال پیران سالی داشته باشد، چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود. این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد؟ وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را بدر میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز بخواندن. باور کنید این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. لیکن نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوالش جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم. باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده است. الدعا مخ العباده است. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادایی که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پای کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد. ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نمازخوان کی با قدر است؟ کسی نمیداند. یک فضیلت جماعت همین است که شاید که با دعای یکی از همون قومیت
خداوند خوش بیاید و دعای همه قوم قبول کند. برای همین ما و شما باید بعد نماز نشسته و یک جای دعا کنیم. مسجدها و صفها را ما و شما ترک نسازیم. ضرورت باشد میلش از پای کار شو، لیکن به ضرورت این خطا هست. دوم سوال کردن، در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد. در آشیانه یکم لطابازی می کنند، در آشیانه دویم نماز می گذارند. حالا آنکه در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خانه، نماز شما را خدا قبول می گرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید. کاری کنید شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنند، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بازیهاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براید. لیکن این به نماز شما هیچ زلالی نداره. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان. هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد. زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است، این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم، این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک چیز را پرسیدنیم. نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانید. مثل خودش خوانید. یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانید. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنید. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده‌ای که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که همین روز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن امروز صاحب فرزند شدند، چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در سمالیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، چی در کشتی های بالای آب ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنید. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهکار میشوید. این گونه اعتقاد نکنید.
شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون افتابوس ها باشد که مثال برای یک نفر و دو نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگیتان نماز نیت میکنین، با اشاره سر نماز میخوانید. و این عروس هایی که میپوشند این لباس هایی که از ما و شما نیست، بگیم امروز لباس هایی که فته میپوشند، لباس های توریه که میپوشند، آستین ها مثال نیست، دست های اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، بالای سرهای اونها نمایان. باور کنید این شرمندگی هست. اگر همه شما از ما ملال شوید، من برای شما میگویم که مادامی که این گونه لباس ها را در عروس های خود که پوشانیدین، یقین دانین که شما در نزد پروردگارتان بی نهایت در یک غضب پروردگارتان گرفتار شدید. زیرا شما حکم خداوند چکار کردید؟ پایمال کردید. خداوند برای شما میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، لباس های اسلامی را اول از زنها و دخترهای خودت سر کن و بعدا به تمام زنهای امتت، با تمام آن مردهایی که امروز دعوا دارند که ما مسلمانیم، با آنها اعلان کن که باید دخترهای آنها از لباس های اسلامی باید پوشند. این فرمان پروردگار است، این هیچ کس تغییر دادن نمیتونه. پیش رای این حکم خداوند کسی هم گرفتن نمیتونه. این خداوند برای ما و شما امر دارد. از این خاطر کدام دختری که البته این گناه کرده است و امروز صاحب فرزند شدند، توبه کنید و سوی پروردگارتان زاره و تولا کنید که خداوند این گناه را از شما ببخشد. انشاءالله خداوند شما را میبخشد. لیکن به این گناه شما دیگر دست نزنید. اینا برای خودتان مدنیت نشمارید. این مدنیت نیست. این لباس هایی که تمام بدن شما را نمایان میکند، این لباس ها مدنیت نشان نمیدهند. همون دوره های شوروی خیلی دوره خوب بود که هیچ دختر این گونه فته پوشی نداشت. کدام انسانی که در دوره های همون شوروی زن گرفتگی از همش میدانند، کرته های چکن داشتند، بالای سرهاشون چادرها پرتافتگی بود، همون لباس های ملیشون در بر کردگی بودند. خوش به حالشان. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. انسان ها، اما و شما قد محمد اقبال لاهوری عقل دارید. فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. ای خواهر عزیز میگوید محمد اقبال لاهوری مثل پدرانه میگوید ای دخترای عزیز، فطرت شما یک جذبه دارد. به خاطر این جذبه که فطرت شما دارد، جسد شما دارد، من بر شما میگویم که چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. اون فاطمه که نور چشم حبیب خدا بود، اگر تو خواهی که از شفاعت او برخوردار شوی، پیرو فاطمه شو. میگوید پیرو فاطمه شو. برای چی؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو پیرو فاطمه شوی، در شکم تو فرزند پیدا می شود که اخلاق حمیده امام حسین دارد. اگر تو مثل فاطمه باشی،
حضرت محمد اقبال لاهوری میگه تو در دنیا حسین تولد میکنی. امروز چرا که شما امروز فرزندهای ناقابل تولد میکنین؟ برای که شما از اول روز حیاتتان شما با بی‌حیایی قدم زدین. اولین لباس کفر در بر که کردین، از شما کجا فرزندی سالم به دنیا می آید؟ شما در اول حیاتتان غضب پروردگار را زنده کردین. کجا حیاتی تو شیرین می شود؟ این طلاق هایی که 3 طلاق و 100 طلاق تو میگیری، همه این باعث اون فتنه هایی که شما میپوشید، لباس های نادرسته که شما میپوشین، این غضب پروردگار است. نگذاره جوانای عزیز. میلش اگرچه امروز بسیار از تبلیغگرهایی که میخواهند که ما فتنه پوشیم، ما امروز آستین های کلته داشته باشیم، امروز یبکه های دریدگی داشته باشیم، لکن شما مسلمان هستین. شما غیرت اسلامی تان به کار برین، نگذارین که اینها از اولاد شما ظاهر شود. نکاح سالم میخوای، نکاح حلال میخوای، خواهرها و زنهاتون از این لباس ها نپوشانید. انشاءالله بعد شما چی میشوین؟ در نزد پروردگارتان زندگی شما زندگی اسلامی می شود، زندگی خوب می شود. داملای محترم، من مخلص شمایم و من یک جواب. من قرآن را با حرف کریلیکی می خوانم. بعضی آدم ها رفتار ناشایسته دارند. من می گویم در قرآن سخن این خیل است. او می گوید تو حق نداری از قرآن گپ زنی. این سخن حق است یا نه؟ یعنی هر کسی که اگر با کریلیکی هم که اگر قرآن خواند و سخنهای نیکی که از این قرآن برای مردم میرساند و حق دارد که مردم را نصیحت کند. اگر در بین مردم همین انسانی که قرآن با خط کریلیکی هم که خواند، این انسان هم در نزد خداوند ثواب میگیرد و البته حق دارد که وی جماعتی که در اطرافش است وی نصیحت کند. این هیچ جای نادرستیش نیست که وی گوید که در فلان سوره قرآن در فلان آیت خداوند این گونه گفته است، مثل که نماز خوانید، مثل زکات دهید، مثل حج کنید. و حق دارد. چرا حق ندارد؟ السلام علیکم دامنای محترم. ما از شما خواهش و التماس میکنیم که شما از روی آیت و حدیث با سوالهای من روشنی اندازید. در محله ما یک کس مرد در روز جمعه. در مرده 3 آدم بزرگ اشتراک کردند. نماز جمعه را نخواندند، مرده را پیش نماز نکردند و آدمان را دعوت کرده در مسجد نماز پیشین جماعت کردند. ما حیران کی را باور کنیم؟ شما آیه قرآن باور کنید، شما احادیث های پیغمبرتان باور کنید. کسی باشد نباشد، بزرگی انسان اون حالت ده معین می شود که انسان مسلمان کامل باشد. اگر امر پروردگار تو ترک بسازی، گفته حبیب خدا را رد کنی، تو از کجا بزرگ هستی؟ شاعر میگوید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد و 6 روز دیگر فاسق. حضرت میگوید همین ممکن است که شما ای مردمی که جمعه را ترک میکنین و جمعه نمیخوانین و امروز برای خودتان هر گونه دلیل ها پیدا کردین، حالان که جمعه این یک درس است. این جمعه این ساعت های امر معروف، حبیب خدا میگه لکل شیء ثقالت و ثقالت القلوب ذکر الله عز و جل. ای انسان های بزرگ، پیغمبر میگوید دل انسان سیاه می شود
دل انسان از حساب این پلیدی ها و از این حرام ها و لقمه های نادرست دل انسان سیاه می شود. لیکن حبیب خدا گفت من برای شما سفید کننده دل را خبر دهم، گویم که با چی چیز این دلهای سیاه را سفید کنید. چی گفتن حبیب خدا؟ ذکر الله عز و جل. شما در موعظه ها رفته اشتراک کنید، سیاهی دل شما نابود بشود. دلها را باید سفید کنیم ما و شما، دلها را باید نورانی کنیم ما و شما. این اشتراک نکردن این بزرگان معنای او را ندارد که جمعه خواندن نادرست باشد. بزرگان چی ها نمی کنند؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. انا عیب در همون بزرگاست که امروز به گفته پروردگار نمی روند و مردم اونها را دیده درس می گیرند. باید امروز همون بزرگا در بین ما چی شوند؟ عبرت باشند. باید مردم اونها را دیده باید که چیکار کنند؟ درس گیرند. اگر پیشوا نماز 5 وقته نه آید، قوم از کجا نماز جماعت می آید؟ اگر پیشوا حقیقت گو نباشد، از کجا قومی او هدایت می یابد؟ از کجا؟ اشتراک نکردن بزرگان در نزد پروردگار این گناه است. بزرگ خداوند است. چی بزرگی دارد؟ امر خدا را ترک میکنی و باز بزرگ هستی. پدرم فلانی، پدرم گفته بود، یک کس سوال پدرم گفته بود تو نماز جمعه را نخوان که در اینجا نماز جمعه درست نمی شود. و هر انسانی که میخواهد که نازد، هر انسانی که میخواهد که قدر خودش را در بین مردم پیدا کند یا قدرش را در نزد پروردگار بلند سازد، باید که با عملهای خود وی نازد، نه به عملهای پدر و به عملهای مادر و به عملهای بابیم و فلان و فلان. به بال خیش باید کرد پرواز. شاعر میگد به بال خیش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. به بالها و پرهای خودت پرواز کن، پرها و بالهای دیگران کسی پرواز نکن. میگه مرده را تیز گرانیدن خوب است یا شب من کردن، برای خیش و تبار آمدن. التماس است نقصتر فهمانید. من انشاءالله اینقدر ساده برای شما میگویم که این سخنی مرا همه میفهمد. من اینقدر عادی برای شما صحبت میکنم که تا که شما فهمید. همین عادی صحبت کردن من به خاطر اون است که شما فهمید. مرده را تیز بردن این سنت است. در شبم گرانیدن سنت است. شبم باشد روزم باشد، اگر مرده را ما و شما برداشته و اگر طبق سنت خواهیم که رفتار کنیم، فرق ندارد چه شب باشد چه روز باشد، ما و شما باید تیزتر برداشته بریم. آمدن خیش در اطراف مرده این نه فرض است نه واجب است نه سنت است. اگرچه امروز این عادت خیلی نادرستی در بین ما و شما هست که فرزند او شاید 1 روز شاید 2 روز در کدام مکان باشد و وی بیاید و بعداً ما این مرده را از اینجا برداریم. چند قدر سرگردانی ها، چند قدر تشویش ها، چند قدر بیماری ها، این قدر ضررهای زیاد در اینجا وجود دارد. همون زمانی که مرد، امروز الحمدلله بینید قبرهای تیار شد، قبرها تیار. رفته فرمایش میتی 1 ساعت بعد الک میگد مرده تا بیار. دیگر قبر بانه نیست، فقط اعتقاد و توفیق لازم که ما و شما در حال مرده ها را برداریم و برده در قبر جاشون کنیم. این سنت پیغمبر است. یک برادر از ما بسیار خواهش کردند که یک شعر یک برادر از همین قوم ما برای ما تقدیم کردند که همینش شما خوانید
تا که در همین کسیته ها همین پیدا شود و بسیار درخواست کردن. یک بار درخواست کردن رد کردیم، دوم بار درخواست کردن این دفعه ما قبول کردیم. اگرچه ما ارزنده این مصرع‌های شعری این برادر نیستیم، لیکن برای خواهش کردنشان میخوانیم. وارث انبیا به حاجی میرزا تقدیم می شود. شهر کولاب فخر کن با این پسر، خلق من از امر معروف شد خبر. سالها گردین ما خاری کشید، حاجی میرزا شد اسلام را سپر. گه کند آغاز سخن از مولوی، گه ز قرآن گوید آیاتی قوی. خلق من سیراب شد از لون خوش، گرچه بودن خواب آوردش به هوش. گرچه در پوشتش حسودانی زیاد، لعنت حق بر روانی جمله باد. خار گردان یا خدا یا دشمنش، هم خدا راضی و هم پیغمبرش. من چی گویم خدمتش به انتهاست، تا قیامت بهرش این دستی دعاست. یا خدایا از تو داریم التجا، سایش باشی و او باشد به ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، ما دو سوال داریم. یکم امام مسجد ما میگوید که در یک شبانه روز خداوند جان 1000 نفر را میگیرد و یک نفرش به ایمان میرود. آیا این درست است؟ نه، این نادرست است. جان 1000 نفر نه، امروز صدها هزار نفر شاید که امروز جان اونها را پروردگار گیرد. عدد اینها را کی میداند؟ این خبری نادرست است. یک تای او با ایمان می رفت است و مثال 999 تای او به ایمان. کسی نمیداند کی با ایمان می رود کی به ایمان می رود. اینا افسانه هستند، افسانه میگوین اینا را. یگان سخنم در یگان کتابم این هیچ اصل ندارد، تماما نادرست است. دوم سوال، یک مرد 5 وقت نمازش را در مسجد میخواند و میخندد و ایرا رفیقانش میگویند که تو دیگر نماز نخوان که نماز تو درست نیست. وای کم کم کسلی میباشد. آیا این نماز خواند یا نه؟ وای خواند نخواند برای آدم کسلی هیچ فرقی ندارد. میخندد، گریه میکند، وای کاری وای میخواندن. آدمی سالم خندیدنش نادرست است. آدمی سالمی که باشد و بی درد باشد و در نماز وقتی که اگر خندید نمازی وای باطل می شود، فاسد می شود. لیکن برای آدمی بیمار فرقی ندارد. چگونه نمازی که می خواند وای خواندن گیرد، وای در رخصت است. السلام علیکم. اکای داملا حاجی میرزا، میگویند که اگر با دختری بیگانه گپ زنی یا با وی رسی، میگویند که این حرام است. التماس با سوال موجود. اینقدر اگر تو در این موعظه های ما اشتراک داشته باشی و باز ندانی که با دختری بیگانه صحبت کردن حرام باشد، من نمیدانم شما کجا را گوش کردید. حرام بودنش از همون خواهر خودت، از خواهر خودت خلاصه برآر. بگذار خواهرت با یک مرد بیگانه گپ دادن گیرد و تو رفته تماشا کن. چگونه خطا تصور میکنی؟ چه خیلی حس میکنی خطا؟ اگر ایماندار باشی تو در جای دیگر قرار ایستاده نمیتانی. انا همین حرام بودن این علکی خودش اثبات است. حبیب خدا میگوید ایاکم و الدخول علی النساء، امر میکند بر شما باد ای امتان من، زنی که تنها باشد با او صحبت نکنید. زنی که در خانه‌ای که در حالت تنها بودن دختر با او رو پرو شده و صحبت نکنید، زیرا عاقبتش به همه ما و شما معلوم است که اونها وقتی تنها که ماندن، تنها که صحبت کردن چی میگویند. حبیب خدا میگوید لئن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید
خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر در سر امت من یک سوزن آهنین را زیر کنند، یعنی از بالای سر شما یک میخ آهنین قطع زنند، حبیب خدا گفتند این برای شما بهتر است از او که شما این دست خدا در بدن زن نامحرم میرسانید. این دست هایی که اگر در اون زن هایی که برای شما نیکارس هستند، اگر شما دست درازی کردین، دست اونها را قپیدین و هر اعضای اونها را وقتی که شما دست دراز کردین، حبیب خدا گفتند این آسان است از روی عذابی که یک میخی که در بالای سر شما کوفته می شود. یعنی این عاقبتی ناخوب دارد. جوانای عزیز، انشاءالله من در باب زنا که صحبت داشتیم، لیکن باز در این باب من برای شما صحبت میکنم که بسیار احتیاط شوید که روز به روز زنا روز به روز اوج گرفته ایستاده است. روز به روز فحش و فاحشگی ها اطراف ما و شما را اشغال کرده ایستاده. بسیار با احتیاط باشید، بسیار بسیار با احتیاط باشید. السلام علیکم اکه حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی با شما دو سوال دارم، میخواهم که زودتر جوابش را گیرم. یک موضوع در باب آدمانی که آدمان سطردار را هرخیله گپ میگویند، مسخره میکنند صحبت میکردید. ما در این بابا چندین بار گفتیم کسی که مسخره میکند دختری را که او با سطر هست و همچنان است که مسخره در قرآن کرده است. این انسان، من این گونه انسان مسلمان کامل نمیشمارم وقتی که اگر با یک دختری که وی سطردار باشد و یک چادر اسلامی داشته باشد و باز دیگر زن یا مردهای پیدا شوند که وی را محاکمه کنند، وی را مسخره کنند، باور که این گونه انسانها را اسلامشان اسلام نادرست است، مسلمان نیستند اینها. وقتی که یک خواهری که وی از روی ترس خدا این لباس ها را پوشیده است، باز نفرهای پیدا شود که وی مسخره کنند، این دیگر چی جای مسلمانیش میماند؟ تو وی مسخره کن زمانی که وی با بچه های بیگانه رفته آمد داشته باشد، و تو مسخره کن وقتی که وی بی حیا باشد، تو وی مسخره کن وقتی که وی لباس های بی حیاانه داشته باشد. این حالت را مسخره کنید. کسبم دوزندگی هست. کرته‌ای که من میدوزم با تن خود پوشیده کمبودی های آن را اصلاح میکنم. به من میگویند که این اوبال است، این رفتار تو در این مسئله روشنی. این اوبال نیست، یعنی همون کرته دوزهایی که برای آن که یعنی کرته دیگر انسان در بر خود میپوشن و بعض عیبه ها و کمبودی های این کرته را در راست آینه میگیرن، این گناه نیست. کرته یک انسان برای که وی اصلاح کنی، خوب کنی، تا که همون پولی که تو گرفتی وی حلال گردانی، این چی جای گناهش است؟ وی وقتی که می آید کرته را میگیرد وی تمام اطراف این کرته را تماشا میکند. اگر ذره در اطراف این یک عیب داشته باشد وی قبول نمیکند این کرته را. برای همین تو حق داری که البته میپوشی کرته را و نظارت میکنی، هر کمبودی که باشد اصلاح کن، جای گناهش نیست. محترم داملای عزیز، بعد التحیات را خواندن، صلوات ها را ناخوانده سلام دادن درست است نه؟ نادرست است. التحیات که خواندین، صلوات ها را میخوانین، اللهم اغفر لی و لوالدی میخوانین و بعدا سلام میدهین، این حالت درست میشود. التحیات خوانده و صلوات ها را ناخوانده و سلام ناداده نماز تمام کردن، این نادرست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با من با این سوال جواب گردانید. مویهای سرم سفید شده است
من خینه یا کرسکه کنم همین جایز است یا نه؟ من جوان هستم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الیهود و النصارى لا یسبقون فخالفوهم. متفق علیه. حدیث متفق علیه هست که پیغمبر خدا گفتن یهودی ها و نصرانی ها ریش ها و موی های خود رنگ نمی کنند. شما ای امتی من موی ها و ریش ها تان رنگ کنید گفتند. خب میگذاریم حدیث دیگر. وقتی که ابوبکر صدیق فتح مکه شد، مکه را وقتی که پیغمبر با مجاهدهای خود وقتی که آمد و اشغال کرد گرفت، ابوبکر پدر خود ابو قحافه را نزد حبیب خدا آورد. پیغمبر خدا وقتی پدر ابوبکر دیدن، ریش و موی این پدر ابوبکر مثل سقامه بود. میگوید در حدیث سقامه گفته یک درختی که هم میوهش سفید است هم گلش سفید است. و رسول اکرم چی گفتند؟ غیروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. ابوبکر گفتند ریش و موی سفید پدرت را تغییر بده، رنگ کن، لیکن از رنگ سیاه اجتناب کن، رنگ سیاه نکن. خینه ببند، رنگ سرخ کن، رنگ زرد بکن، پیغمبر گفتن در حدیثات، لیکن رنگ سیاه نکنید. از رنگ سیاه پیغمبر خدا من کردن. در مسئله میگوید اگر مجاهدهایی که مثال جنگ میکنن، اونها اگر موی سرشون از سیاه کنن برای اونها اجازت است. دیگر برای غیر اونها به هیچ کس درست نیست که موی سرش سیاه کند. ما و شما ندیدیم، اگر ما و شما خارج سفر کنیم، در خارج میبینیم که موی ها و ریش های مردم خینه بسته شده، سرخ هستند، زرد میکنند، سرخ میکنند، لیکن سیاه نمیکنند. خینه بستن، هینه بستن، چی در پای هامان، چی در ریش هامان، چی در موی سرمان، این سنت پیغمبر است. و سرمه کشیدن هم در چشم ها، این سنت پیغمبر است. اینا را افسوس که در ما و شما، یعنی از زمانهایی که ما و شما نشنیدیم و این حدیث ها شاید که به پیشواهای ما و شما نرسیده بود که در بین ما و شما اعلانش کردن، مردم ما و شما از این سنت محروم مانده است. یعنی خینه کردن موی سر، ریش، اینها را جایز است. یا رنگ زرد کردنش هم پیغمبر اجازت دادن، لیکن از رنگ سیاه گفتن اجتناب کنید، سیاه نکنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. کی حاجی میرزا، من استقامت کننده دهه قبچاق می باشم و کسیته های شما را هر هفته برده گوش می کنم و مادر من شما را از روی سخنهای شیرینتان بسیار دوست می دارد و در حقتان دائم دعای نیک می کند و امروز بیمار خواب است. از شما خواهش می کنم که در همین ساعتهای قبول دعا در حقش دعا کنید که خداوند بر مادر من شفا دهد. با احترام، مخلص اشدی شما از دهه قبشا. خدای مهربان این مادری که از این جمعیت ما دعای خیر کردن، طلب دعای خیر کردن، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خداوند زبان شما را براتر گرداند. داملای عزیز، یک سؤالی دارم. من 3 سال پیش خانه‌دار شدم و عائله من در زکس فتح پوشیده بود. آن وقتا من نمی فهمیدم که این فتح پوشی در نکاح انسان زلل می رسانیده است. امروز که فهمیدم داملای عزیز، آیا من از سر نکاح کنم یا نکنم؟ با احترام، مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خداوند در سوره هود در آیه 114 او میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی های شما گناه های شما را کوره میکند. یعنی وقتی شما نفهمیدین
با این عملهای شنیع، با این عملهای نادرست چنگ زدین و امروز که فهمیدید و شما امروز به حسنات قدم زده ایستاده این، شما الک نمازخوان شدید، از خدا ترس کشیدید. این الحسنات یذهبن السیئات، این نیکی های شما آن گناه های شما را پوشیده میگرداند، نابود میکند. فقط اگر این برگشتن شما برگشتن حقانی باشد، دروغ نباشد. امروز که فهمیدی عمل کن، انشاءالله خداوند برای تو هیچ ضرر زیان دیگر نمیرساند. و پیغمبر خدا میگوید اتبع السیئة الحسنة تمحوها. شما وقتی که یک گناه دکی قدم زده بودید، از پسش نیکی کنید، نیکی های شما گناه های شما را خورده نابود میکند. برای همین انشاءالله من برای شما اون جوان هایی که به این گناه ها دست زده بودند باز تأکید میکنم که این نیکی های شما، این عبادت های شما الک اون گناه های شما را نابود کرد. شما الک توبه اساسی را به سوی پروردگارتان کنید، انشاءالله دیگر در نکاح شما و در حیات شما هیچ زلل زیان پیدا نمی شود. فقط دویم باره به این گناه دیگر چنگ نزنید و فهمید که اسلام شما انا همین نمی خواهد که باید خواهر ما و مادر ما باید که بی حیا نباشد، باید لباس های اسلامی در بر داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر خدای عز و جل را و درود محمد مصطفی را. اما بعد سلام بر شما داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم با این سوال ما در همین جمعه جواب دهید که ضرور است. درباره نمازهای قضا پره گپ میزدید. نمازهای قضا را من گفتم برای شما که نمازهای قضا را خواندنش واجب است. یعنی کدام شما اگر نمازهای قضایی داشته باشین، یعنی 1 سال و 2 سالهایی که نخوانده بودین نمازهای قضایی تانه، نمازهای وقتی تانه، امروز اونها را باید شما قضایی خوانید. یعنی برای هر کدام او اگر شما نیت کنین که من 1 روزه نماز قضا میخوانم، مثال از نماز بامداد سر میکنم تا نماز پیشین عصر و شام و خفتن تا نماز ویترم قضایی خوانده میشود. یعنی 1 اذان گوید در دیگرش قامت گفته خواندن گیرید. برای همان نمازهای قضایی تان 1 اذان کفایت میکند. در هر کدام او اذان نگویید، قامت گفته و نمازهای قضایی تان خواندن گیرید تا که چند سالی از شما قضا شد همونها را 1 به 1 نویسانید تا که شما مثال فهمید که کدام وقت نمازهای قضایی شما تمام شد. 1 سال باشد 2 سال باشد حساب کنید، هر روز 1 روزش خوانید. سال 5 وقت نماز قضایی تان هر روز 1 روزش که خواندی، 1 روز خط زن که مثال از 366 روز 1 روزش علاقه تمام شد. گفته هم تا حساب کنین انشاءالله شما بعد از چی است؟ بعد علاقه شما صاحب ترتیب میشوید. با صاحب ترتیب و باز قانونهاش دیگر است که اگر تا نماز مثال انسان نماز عصر دا باشد پیشینش نخوانده باشد، نماز عصرش برای درست نمی شود تا وقتی با پیشینش نخواند. اونا را با صاحب ترتیب میگویند. یعنی برای صاحب ترتیب شدن شما باید که این نمازهای قضایی تا نخوانید. محترم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، برادری دارم که زن خود را 3 طلاق داده با جای خواهر خوانده است و با او زندگی دارد. اگر از این باب با او گپ زنید با جهل شده با ما جنجال میکند، چیکار کنیم؟ یعنی شما حقی خودتان گفتید و البته مردی که زنی خود 3 طلاق میدهد دیگر با او زن زندگی کردن میتواند تا اگر رفته در همون اداره مفتیات مراجعت کند، راهها داشته باشد اونا برای او بیان میکنند. اگر راهها نداشته باشد دیگر با این زن این مرد را زندگی کردنش جایز نمی شود، درست نمی شود. و هر باری که با او خانه‌داری میکند این در حکم زنا می درآید. همچنان است که با یک زن بیگانه و چیکار کرده ایستاده است؟ خانه‌داری کرده ایستاده است. و او فرزندهایی که در خانه تولد می شود او را ولد زنا می گویند. اونا فرزندهای حرامی هستند.
برای همین البته به البته، یعنی این برادر از روی دلسوزی و از روی اسلامداری که برای این برادرش مراجعت کرده است، باید این برادر قبول سازد، رفته مراجعت کند. اگر داشته باشد شرایط باز زندگیشان دوام دهد، اگر نداشته باشد شرایط داشته باشد باید که باید ترک کند. تمام طلاق کردی، تمام دیگر تو از زن جدا شدی. اول باید طلاق نمی کردی، مادام طلاق کردی اکنون دیگر باید که به همون قدرت و با همون سیاستی که داشتی اکنون رفتن گیر دیگر پس نگرد. امروز بسیار از جوانایی که بیچاره میان 3 طلاق کردین در حالت مستی، در حالت غضب، در حالت فلان گفته باز میخواهند زندگی کنند. برای همین ما که یگان مفتی هم نیستیم، فتوا دهنده هم نیستیم، به همه شما مراجعت میکنم. مفتیات اداره خاصه در باب طلاق و نکاح دارد، میرین در همجا مراجعت میکنین، مرحمت کارتون همونها حل میکنن. السلام علیکم داملای عزیز، من مهمان هستم، میخواهم با همین سوال من جواب دهید. آدمان میگویند که مرده میکشد، همین راست است یا دروغ؟ این دروغ است. هیچ وقت مرده هیچ کس نمیکشد. اگرچه همین گپ‌ها در بین ماها هست، حتی همون پدر نمیمانند که نزد همون گوری فرزندش رود. حالا که باید پدر فرزند در لحد باید که پدر گذارد، نمیگذارند، زنها نمیگذارند، نرو که مرده میکشد. وقتی مرده که کشید، این آیه های قرآن که هر یک انسان اجل دارد، ساعتی دارد، این کجا می شود؟ مرده هیچ کس نمی کشد. این دروغ است، تماما به اینها باور نکنید. حتی همون پدرهایی که فرزنداتون از دنیا میگذرد رفته با دست خود در لحد گذارید و اونجا در حق او دعا کنید. کاش که او فرزندهایی که شما در لحد ماندید اونها برای شما شفاعت کننده در روز قیامت شود. شما سخن داملاهاتون گوش کنین، سخنهای اون زنهایی که هیچ دلیلی ندارن، هیچ علمی ندارن، با اونها شما تکیه نکنید. داملا در بر ردنامه گرفتن جایز است یا نه؟ ردنامه ای که اگر خالی از شرکیات باشد، یعنی اگر در مثال پهلوی ما و شما، در بر ما و شما اگر همون آیه های قرآن باشد جایز. غیر آیه های قرآن که نقشه ها میکشن، رقم ها میکشن و هر گونه رسم ها میکشن، اینا در پهلوی ما و شما بدنش ناجایز است. فقط آیت قرآن باشد میلش، غیر آیت قرآن برای ما و شما جایز نمیشه. داملا بعد السلام علیکم و رحمت الله باز چی میگویی؟ هیچ چیز نمیگویی، همین قدر میگویی السلام علیکم و رحمت الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.